فرزندم چیکار میکنی؟ با خود بیا. خطای بزرگ میکنی. آیا با تو یگان کار کردن؟ با تو چی شد؟ هوشت را با خود گیر. من با تو کمک میکنم. تو فرزندی من حساب میشوی. من با تو هیچ کس نمیشوم. میموری گنرال، حق مردن داری. فرزندم ایست. تو خطا میکنی. آیا ما را با یاد نداری؟ بسیار سخن گفته خودت را مانده نکن. میلش مرا با یاد نداشته باشی. پس آن افسران شهید را نیز با یاد نداری؟ همش را در پیش چشمت زدک پوستند. همش را یک شهید کردند. پسر جوانان را در پیش چشمت در بمب ترکاندند. تو چی خیلی رو فراموش کردی؟ این نفر دشمن جان تو است، دشمن دولت، خائنی که ملت را خیانت کرده است. یک بار بگیر و اطرافت نظر کن پسرم. آن تابوت هایی که با پرچم پیچانده بودند آنها را به یادت بیار. آنها افسران تو بودند. آنها مردند. من هم در آنجا بودم، اما من یگان کار کرده نتوانستم. آن خائنانی که تو را گریزاندند و تو چی کاری کردند؟ کمی فکر کن، به خاطر میاری. نه ترس، همه این میگذرد. همهش میگذرد. من با تو هم. کنی سلاحت را گیر. رادت در کجایند؟ در درون. بسیار خوب. من چیکار میکنم گنرال؟ چیکار میکنم؟ میلش آرام شو پسرم. همش میگذرد. این خطای تو نیست. کنه این سلاح را با من ده. آقای قماندان، سلاحتان را گذارید. نمیخواهم که به شما یگان ضرری رسد. زودتر. استید، آرام شوید. یگان گپ نیست. همین خیلی قماندان. آرام شویم. یگید سلاحت را فرار. آقای قماندان! گنرال، من چیکار کردم گنرال؟ مرا چیکار کردن؟ میلش پسرم، همش گذشت. من شما را کشتنی شدم. چه خیلی زندگی میکنم با این شرم و حیا؟ گنرال، من این خیلی زندگی کرده نمیتونم. پسرم چیکار میکنی؟ آرام شو. من این خیلی زندگی کرده نمیتوانم. با این شرم و حیا زندگی کرده نمیتوانم. افسرانم مردن. باز خواستم که شما را کشم. پسرم مرا خوب گوش کن. در این کارها تو گناهگار نیستی و تو دارو دادند. انا بین در گردنت یک بند می باشد. آن را باید براری. یگان چیز مثل پیشینه‌اش نمی شود. پسرم تنها من و تو می دانیم. برای صحت شدنت همه کار را می کنم. تو این لباس حربی را نمی براری. و تو مثل افسر وعده می دهم. اکنون دیر شد. یگید آقای قماندان،
مرا ببخشید. این دل و جسارت شما به ما لازم است. شما برای نظامیان به آسانی تیار نمی شوند. آقای خماندان، سردی التماس، من حقی زندگی کردن ندارم. التماس سردی مرا. آرام شوید، خزید. آرام شوید آقای خماندان. تشکر. ما تنها وظیفه خود را اجرا کردیم آقای گنرال. کنی خودت را جمع کن. همهش گذشت. گوش کن، افسرانت، زوجت، فرزندانت، همه آنها انتظار تو می باشند. افسرانم مردن. بیشرفان مرا می کشتن. آخر از آنها چی می خواستند؟ تا حال یکون خبری نیست. کنی رفته یک بین؟ مایلش. گنرال مرا ببخشید. چی شد؟ چی خیلی شد نمیدونم. خدا از شما راضی شود. تنها مرانه با آقای مظهر و یگیت هم تشکر بگو. شکر خدا که سلاح شما را نپراند. به تقدیر بدید آقای گنرال. این شانس نیست. این نقشه آقای مظهر بود. یعنی چه خیل؟ از این پس قماندان را باور کردن کاری خطرناک است. چیکار کردنش نامعلوم است. تکلیف شما چیست؟ درباره سلاحی پر از تیر شاید واقعی رخ دهد. واتاس اینجا بیا. لبای جنابم. مشکلی با سلاح جناب قماندان داریم، میفهمی؟ نگران نباشید، من همش را حل میکنم. چی میخواهید؟ سوزن سلاح را شکن، اما سلاح پر باشد، فهمو؟ برای پیشگیری همین طور. فکری خوب است. با شما هر قدری که تشکر گویم کم است. هم حیات مرا هم حیات گنرال رو نجات داده. اینقدر واهمه نکن. بیا می رویم. باید شهیدان را گسیل کنیم. مرحمت. بفرمایید. برادران یک طرف استید. ممکن است. برادران این طرف استید. یک طرف گفتم، یک طرف ممکن است. قفا روید. ممکن است گفتم. با قفا روید. دستی با دست کردن این خودش چی کرد؟ واتاس قماندان به تو امانت احتیاج به طبابت دارد. تا خوب شدنش از پی او می شوی. سردارم کار حال نشد. در دست گنرال افچان کس است. گنرال است. قماندان هم در برش می باشد. آی نوبکار، خودت را نشان نده. در حال به اینجا بیا. از پی طبابت او شو. بخیر است آقای قماندان. این آدم را یاد دارم. کدام است جناب؟ انا این آدم. دارو رو او به من داد. بهانه ای صدمه کرد. او را دستگیر کنید. آقای قماندان شما ایستید، من حل میکنم. ما از قفا میرویم. زودتر. راه دهد. جناب جنید رو فهمیدند. یکی دست قفایش میپرونه. چی؟
در حال گز را زیر کن. جنید چی می شود؟ نابودی جنید. گز را زیر کن گفتم. گز را آزاد تر. Üstün. Üstün. در ماشین کی بود؟ قبزن. پیکاس. خوب شد که خلاص شدیم. آیا دیدی؟ در هوا چخیل ماشین او رو زد. مثل فیلم های پیشین بری. تیزای کن پسرم. زودتر کن. التماس من یاری. چی شد یگید؟ حتی زدن ماشین را ندیدم. آیا دیدی که آنها کی بودند؟ پیکاس بوده است جناب. پیش از مردنش گفت. پیش از مردنش این سخنها رو گفتن چقدر بد است. دفن. اوزت را نبرار. غضبناک است. رو از اینجا. همه اونها رو یک میکشم. همه رو میکشم. یکی رو باشم پاره کردم. جسدش رو نزد سگ‌ها میپردایم. همه‌اش رو پاره میکنم. چی گپ شد؟ پیکاس دیوانه شده است. چرا؟ عملیات برباد شد. کار رسوا. الله. گپ زنید سردارم. راست میگوید. متاسفانه خطای خردک شده است. نه نگران نشوید. معلومات ها تا حال در دست ماست. یگان جای ترس نیست. خواطر نشوید. من از خودم پیشگیری میکنم. خواطر نشوید. با بیرون برایید. من هم نشونیدی. تو هم. هر دویتون با بیرون برایید. رفتیم برو. پیکاس با تمام قوتش حمله کردنی است. حرکت آینده چی است نمیدانیم. با آخر این علت به کار آمدیم آقای مظهر. این آخرین حرکت های آنها می باشد. سگ اگر زخمدار شود وحشانیتش بیشتر می شود. بله، پیش راه این را باید گیریم. لیکن چه خیل؟ عجایب است. چهل شخص تشکیلات ساخته است که تمام سیر و اسرار ما را با بیرون می فروشد. همه این کارها را چاق کنده جوانان وطن را استفاده می برد. وقتی که در انبار ترکیز شد نجیب سردار یک کامپیوتر را با خود گرفت. درباره کسی سخن میکرد. بله، یک خدمتگار تیاره. زوجه یکی از قماندان های من می باشد. کاف کنیم شاید اگان معلوماتی پیدا شود. اگر نشود دختر رو میگی. سراسیمه نشو. نجیب سردار را جه زدم. آید این زن معلومات جمع آوری میکند. کمی دفتر میآید. لبای مایلش در آید. نامش را گیر و گوشش را کش. خوش آمدی نجیب سردار. خوش باشید. همتون سلامت باشید. گنرال شما هم سلامت باشید. تشکر نجیب سردار. خوش آمدید سردارم. ما با هم درباره شما گپ میزدیم. درباره استواردیس یگان معلومات پیدا کردید؟ بعضی چیزهای همراه رفیقان یافتیم. از همه جای خجل کننده باشد این است. با آسانی خواهد این را تخمین کرد که این دختر یکی از شاگردان همان زن بورس میدادگی می باشد. عزیزم اگر؟ بله. نامش سوزن یشیل در آلمان تولد شده است. در ایام خردسالی‌اش عائله‌اش به ترکیه برگشته است. در دانشگاه فاکولته منیجمنت را ختم کرده است. با بهای اعلی ختم کرده است. با اینقدر درجه و بهای اعلا ختم کرده است دوست؟
چردیسه شده است. این دقتی مرا جلب می‌کند. این از آن سبب که برای که با راحت در آمدن و بر آمدنش دقت را جلب نکنه. آقای مسر، این کار مخفی می باشد. در سال 2005 با کظیم حق تنیر خانه‌دار شده است. تا روز خانه‌دار شدنش افسری مکمل بوده است و سبب‌های نامعلوم بعد از خانه‌دار شدنش 2 مرتبه جزا گرفته است. بله آینده درخشان داشت، اما شنیدم که در آخری وقت خودش را با مینوشی داده است. پس آن عصبناکی زیاد شده است. حتی یک مرتبه او را با اتاق هم جیغ زده با او صحبت کرده بودم. خواستم که چی بودن دردش را فهمم، اما چیزی نگفت. عین حال در کجا بودنش را میدونیم. کمتر پیش به طیاره زوریخ سوار شده بود. خانه‌اش را تحت نظارت گیرید. مثل شما در این کارها موفق شده نمیتوانیم آقای مسر، لیکن ما هم این کارها رو میدانیم. سردار ملکه این کار را انجام دادند. با اجازتتان. لبای نیازی. سردارم پرنده با قفس لانه‌اش در آمد. منتظر امر شما هستیم. تشکر نیازی. هوشیار باشید. دختر در خانه اش می باشد. پس در حال رفته او را دستگیر کنیم. شاید برای ما گفتنی های داشته باشد. این کار را یک جایه میکنیم نجیب سردار. یگید کنی آماده باش. خودتان میدانید، اما وقتی که کارتان را تمام کرده دختر را ما به مرکز. من راضی. با اجازت شما جناب. میتوانی روی. تا بازید. سلامت باش. جنرال. مرحمت. دیدم. سوزن آمدی؟ 1-2 ساعت پیش فر آمدم. سپارش های نو میبوشم. حالا مایلش من هم باید با تو یک امانت را دهم. فردا در مکانی همیشه امان وا میخوریم. مایلش. این چیست؟ آیا ناکامیابی هایمان را قید میکنیم؟ نه جانکم، جی گفتیم شما دوست میدارید گفته لیلا خریده است. همین خیل. لیلا مرا فکر کرده است. اشک چشمم ریخت. اول زنها مرحمت. گیر با لذت بوده است. در همین نزدیکی ها میفروختند. در حقیقت خیلی بولذت بوده است. گویا که کمی آرومتر شد نه؟ و بیرون برایید. بیرون برایید. برایید. یگید این دختر رو چخیل دستگیر میکنیم. همه رو نباید به یک پا خیزونیم. یگان راهش را میابیم سردارم. به این کار خیری مشغول است. خیری؟ الو مرکز. نجیب سردارم. زودتر خیری، ما وقت نداریم. میرویم اکا؟ زودتر خیری، زودتر. چرا سرسیمایید؟
یگیت به فکر من خیری رو بهوده غم ندهیم. جانکم برای چی غم نمیدهید؟ خیری با شما میرود. تو چی مگر بنگ زده ای خیری؟ نه یکا جان زنم. وقتی که در بازارها اخل میفروختن تو در کجاها سرگردان بودی خیری؟ زودتر باش خیری زودتر میرویم. مایل میرویم. اپاد نیست؟ در بالا در اتاقش نباشد اپای سوده. کنیست او رو یک بینم. اوچه من دیگر در این خانه زندگی کردن نمیخواهم. چرا دادم با من چنین رفتار میکنند؟ گویو که من به یگون کشوری دور میروم. آخر من هم دختری او میباشم. سلام. چرا تو به اجازت میدروی؟ درو کو؟ درو زدم کو؟ آخر من درویت نگفتم کو؟ شاید ممکن نباشد. ای به تو چی شده است؟ اینقدر راهی دراز آمدم تا تو رو بینم. به تو چی شد؟ نوربانو تماما دیگر شده ای تو. کاری تو نباشد. چیزی که شده است شدن گیرد. مرا تنها گذار دفع شو از اینجا. دیگر مرا نصیحت نکن. بس است. نمیخواهم گوش کردن دیگر شما رو. بس است بس. ای نوربانو با خودت بیا. مایلش عذر میخواهم. باید به اجازت نمیدار آمدم. اما تو مرا باید فهمی. ما با تو از ایامی کودکی دوگانه میباشیم. حالا باشه تو را نمیشناسم. من دوگانه پیشینم را میخواهم. نوربانو ای بیزار شدم از گپای فیلمی ترکیت. بس است اکنون. از یک طرف دادم از دیگر طرف الپرین بس نبود که باز تو سر کردی. من میروم. ای یک دقیقه ایست. الپرین درو کشون نباشد لا تو کوبت میکنم. کردن نمیتوانی. با تو گفتم درو کشون. دیوانه شده ای مگر؟ دیوانه بودن که معلوم است. نوربانو یک دم آرام شو. یک بار گوش کن. هیچ کس را گوش نمیکنم. آیا آن طرز حیاتی که شما میگوید در آن طرز زندگی کردن مجبوری است؟ ای نوربانو یا اون کس تو را مجبور نکرده است. احسن به شما کوشش کرده ایستاده که من از شما نفرت کنم. موفق شدید. بخیر سردارم. پریشان می نمایید. این دختر استیاردس رو میگویم. دخترهای جوان رو فریب داده به دام خودشان میکشانند. پس آنها رو با این گونه کارهای عجایب وظیفه دار میکنند. باوری کامل دارم که این دختر از کار میکردگیش راضی نیست. اما افسوس که به دام آنها که افتادی بازگشت ندارد. به هر کس عقل و فراست دادن سردارم. چیکار کنیم؟ آخر بز را از پای خودش گوسفند را از پای خودش میآویزند. گوسفند را از پای خودش کشال میکنند و اگر کشال ایستد تمام کوچه بوی میگیرد. آتش نباید جای میافتیدگی را سوزاند. اول خودی ما را بعد دنیا را سوزاند. باید شعار ما این خیل باشد. ما رو میشنوید. بشریت باید مثل یک بدن باشد. اگر یک عضوت به درد آید باید همه از آن باخبر شده به یاری تو دوند. نباشد آن مصیبت هایی که از دور به نظر میرسند یک روز به سر خودمان خواهد آمد. به خدا سردارم مرا خیلی متاثر کردید. حق به شما. از نوربانو بعضی گپ ها شنیدم. او چی حال دارد؟ این موضوع را نکشا. اگر اجازه دهید اگر شما راضی باشید من با او گپ زنان کنم. نمیدانم او را مجبور کنم نکنم. چیکار کردنم را نمیدونم. من خودم در حیرت افتادم. به خدا که ده شده روید از اینجا. شما را دیدم نمیخواهم. با من ده. تو دیوانه شدی. عکس رو مون چیکار که کردن نخواه اما این عکس رو نرس. بله دیوانه شدم. کاری تو چی؟ با من ده این رو. مرا تنها گذارید. به هر حال از این خانه میروم. البرین در رو محکم کن. نوربانو در رو گشا. بیا آدم برین گم زنیم. مرگ خالای هنر هممون رو غمگین کرد. التجا میکنم. ای دختر تو گپ را نمیفهمی؟ مرا تنها گذار. از این خانه رو. تنها
بیا نیازی وای 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 سرکمیسار مینیبوس رسمی اولی جناب کشیدید ها؟ البته کی چشم نکن برادر ما با ماشین های تمغه های کنه میگردیم سردارم این رو بینا خب با چه ها سیر رو گرد میکنم بس کن گپای بیمانی رو نیازی دختر در خانه اینش باز چی هست ها؟ میدونی من دیگر وای خیری نیستم آیا او دارو میخوره؟ ای برادران یک دم خاموش استید خم کنید آخر مرا دیوانه نکنید خیره تو مرا خوب فهمیدی؟ اکا این خیلی گپ هست مثل دیوان ها با من معامله نکنید اصلا او پروفسور فیزیک اتمی می باشد بله خندیدن گیر میدونید که در مکتب های من چند بود چند بود خیره؟ چند بود بسیار بود بسیار چه خبر بسیار بود خیری؟ یک بار حتی 5 هم گرفته بودم از روی 5 بال؟ نه اون وقتا سیستم های بالها از روی 10 بود بله تو نخواه مرا گوش کن این دیزه درنده بیوش کنک نباشد این را زیر کرده دختر رو بیوش میکنی بعد ما اومده دختر رو میگیریم فهمیدی؟ مایلش نه انیق نفهمیده است این کار رو ویران میکند ای فهمو گفتم اخیر فست گفته زیر میکنم انا بین این خیل برداشته این خیل زیر میکنم بهوش میشود خیره زودتر را نباشد باز یکان گپی دیگر میشنوی مایلش این گوشک را در گوشت گذار با هم در تماس میشویم مایلش زودتر نیازی زودتر خیره آباد باشید زودتر گم شو سردارم اکا ایلگید کمی پس با عملیات تاریخی شروع میکنم کیستی؟ من خیری چیفت کرد سلام چی میخواهی؟ با شما پیغامی اومده است از کی؟ من از کجا دانم خانم؟ باید در بالایش نوشته شود شخصی روانکرده کیست؟ خدا توبه از یک بانک خانم بگمونم که کارتی بانکی آیا نباشد میتوانم که بینم؟ حاضر انا گیر ای تو دیوانه چیکار میکنی زودتر کارو تمام کن زودتر میگویم یک دقیقه آیا یگان گپ گفتی؟ چه خیلی خوبه سلامت خوب است در درونش یگان کارت نیست؟ ای خدا کارتی بانکی نبوده هست به هر حال شما در اینجا امضا مانید مایلش قلم روچکا دارید؟ البته که دارم این رو یک دقیقه دارید اینش باز چیست؟ عذر خطا شد من این رو گیرم ای خدا چیکار کردم میرویم کمتر به این طرف استید باز سرتان نزند تو چی ها میگویی؟ این رو میگویم خیلی تو چی کار میکنی خیلی انا تمام این قدر آسان است سردارم در این کار دل گرده در کار است انا تمام کن تماس را گیر خیلی ای گوش کن بنده خدا هم باشی من به تو رحم نمی کنم و دهان زدت دندانهایت را شکستم به دستت میدیم قریب بود که کارا برباد بداده زودتر بردار میگویم زودتر باش با کجا هم بیوش کردم و هم کشانم دیوید زودتر
Oskar, اینا کجا رفتن؟ در درون هستند. وهم. بیا بیا. بیا. سردارم. خوب هستی نیازی؟ خوب هستم. صبح بخیر اکای نیازی. از یک حادثه مهم دیر موندی. یکیت بیا میرویم. شما باشد جنجال نکنید. نه من جنجال نمیکنم. سردارم اون ما رو بهوش کرد. خواهش میکنم با من خودم نشه. نیازی این کارو نکن. چیکار؟ این رو بده. من هم تو رو بهوش میکنم. میبینی همین خیلی. یعنی گذر. سردارم یاری ده زورم با این پرخور نمیرسد. راگرد. اپای سودا با اپام چی شده باشد؟ من بسیار میترسم. یگون جای ترس نیست. در همه اوله ها این خیلی حادثه ها می شوند. اپای دختر جوان می باشد. تو هم به سنی او رسی این روزها رو اثر میگذرانی. کلان شدن یک قدر کلی مشکل بوده است. من کلان شدن نمیخواهم. عجبا در اتاق چی کار میکرده باشد؟ رفته یک بینم. چیز نه زیر فشار قرار ندهم رو. از بودن من ناراحت می شود. روام خوبتر می شود. مایلش اگر یکون حادثه رخ دهد با دادم زنگ میزنم. مایلش تا بازدید. نوربانو زنگ میزند. الو اپای ارزو. نوربانو جانکم چی تو؟ من اونقدر خوب نیستم. مرا در خونه محکم کردن. التماس اومده مرا برید. تو اومده نجات میدهم. یا تو در خونه نیستی؟ مرا محکم کردن. باز میگریزم. نوربانو جانکم کمی صبر کن. پگاه سری محکمه میبریم. همه چیز رو ما در اونجا حل میکنیم. تو نگران نباش. پس از فردا دختری آزاد میشوی. کمی خودت رو به دست گیر. اوف تو فردا چی خیلی طاقت میکنم. مرا خوب گوش کن. تو محکمه فرد و رفتار و معاملات رو دیگر کن. مثل آنی که پشیمان شده. حتی سحر بر وقت خیسه برای پدرت نانشته تیار کن. آنها باور کنند که تو با آنها زندگی کردن میخواهی. باید از تو شبهه نکنند. تو مرا فهمیدی جانکم؟ مایلش بگمانم یک روز دیگر صبر کرده میتوانم. خیر مایلش بگو میبینیم. مایلش تو بازدید. وقتی که نجیب فرزندانش را از دست میدهد با کلی رو افتاده میشود. مثل پیشینه سر و کار گرفته نمیتواند. شاید استعفا هم دهد. از یک بلا خلاص میشویم. بعد نوربانو از ما میشود. به فکرم که نقشه های شما اویدی نوربانو تنها برای نیست کردنی داداش نیست. البته تنها این نیست آرزو جان. اولا تشکیل میکنیم که مراد با نوربانو عاشق و مشوق شود. یعنی که نوربانو تا حد عاشق می شود که از او کنده نتواند و مقدسات خود را از این کار کردن سر می کند. این کار می کردگی چیز تنها پدرش و برادر نیست، بلکه دینش را، خدایش را، پیغمبرش را و کتابش را نیست. این کار می کند. بعدا نوربانو را در سالهای دانشجوی بودنش از راه زدن دانشجویانی، دانشکده های حربی، دادستانی و مقامات دولتی استفاده میبرم. وقتی که دانشگاه را که تمام کرد با یگان بیوروکرات فعال حربی و شوهر میدهم. نوربانو دختری زیباست. آن بیوروکرات را تا آخری عمر در زیر دستمان میدانیم. بیایید میرویم.
آقای مسر خواست یک داروی بروندنگه میدهم. برای چی؟ اولا عقلش رو تازه کردن لازم تا کار شما رو مشکل نکنند. وقتی که از اینجا بر اومد یگان چیز را به خاطر آوردن نمیتواند. گمان میکند که در خانه خودش خوابش برده است. اگر کارتان که تمام شد باز یک بار دیگر دارو میدهم. نه عمل خیری کرده را به خاطر میآورد نه سوال و جواب را. کوه را بیدار کن. چی شد؟ من در کجایم؟ شما کیستید؟ کویاب پالیسی خوب و پالیسی بد. پلیس؟ چه خیلی پلیس؟ ها پلیس گفتم، همینطور در آمده گپ گفتم. گوش کن دخترم، ما رو با دقت بشنو. که بودنت رو از تو دیده خوبتر میدونیم. اگر به جوابهای ما مثل آدم جواب دهی یگان حادثه نمیشود. اگر ندهم چی؟ یگیت اینطور باشد من کار را حل میکنم. اگر برای ما یگان مشکلی ایجاد کنی من هم برای تو درد سر میشم. من حتی نمیدونم که برای چی در اینجایم. مهم نیست، مهم آن است که ما میدانیم هیچ کم نیست. مثلا میدونیم که از کی چی ها گرفته به خارج میبری. کی بود است؟ آیا پیکاس گفتن شخص را یگان بار شنیده؟ نشنیدم. گوش کن خانم چه؟ من میدانم که تو او را میشناسی. بیهوده یک روی نکن. مرا سر دهید. گفتم که نمیدونم. اینها چی کار میکنند؟ کمی صبر میکنیم. پیکاس گفتن شخص را میشناسی؟ بله میشناسم. مگر سردار گروه فاحشه ها میباشد؟ نمیدونم. گوش کن، تو دروغ میگویی خانمی تناز. من حس میکنم تو دروغ میگویی. کس هدفهایش رو انتخاب میکند. عزیزه باشد به نزد شخصهای هدف بوده دخترها رو جایگیر میکند. کدام دختران؟ دختران اخیر یکی از خارجه میآیند، دیگری از داخل کشور. دخترهای فعال و زیبا را به نزد قماندانها روان میکنند. بعد یک جا میشوند و پنهانی اخبار را جمع میکنند. بعد معلومات های ضروری را به پیکاس میرسانند. بله. پیکاس این معلومات ها را به کی میدهد؟ صحیح ترش به کی میفرستد و چگونه معلومات؟ راستی گپ نمیدونم. قسم میخورم معلومات ها را من میبرم اما در درونش چی بودنش را اصلا نمیگویند. این معلومات ها در کجا میباشند؟ پیکاس یک کامپیوتر دارد که از همه مخفی میباشد. در آنجا در داخل آن پنهان میباشد. در کجا این کامپیوتر را پنهان میکند؟ انیق نمیدونم اما وقتی که برارد هرگز از نزدش جدا نمیشوم. معلومات های کامپیوتر را ندزدند گفتم. ارخیوی که ساخته است در داخل همین کامپیوتر میباشد. من همین قدرش را میدونم. معلومات ها را از دست خود او میگیری؟ یا یگان میان روی دیگری هست؟ نه راست از دست او میگیرم. در خارج با کی در علاقه میباشی؟ یک آدم نامناسبش را نمیدونم. در یکی از کافه های فرودگاه معلومات ها را به او میدهم. همش همین. یعنی محتوای معلومات ها را نمیدانی؟ گفتم کو پیکاس میخواهد که انسان هایی که در نظرش هست معلوماتی کم داشته باشند. حتی حجت هایی که میباشند رمز دارند. با پیکاس در کجا وا میخورید؟ در یک خانه کهنه. یک خاله بیمار دارم. در خانه او. آن خانه در کجاست؟ در کارتال.
مشخص در فرمان نشانی را پورا گپ زن. محله، کوچه، حولی همه را بگو. محله خیردین پاشا، کوچه چملیک، حولی 23. بسیار خوب، آفرین. او را به درون برید. لابای سرداران، محله خیردین پاشا، کوچه چملیک، اتاق 23 در حال این محله را یافته به من خبر دید. مایلش سرداران. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. بگو من در اینجا نمیشوم. با کایمینی گپ زن. مایلش میگویم. تکنولوژی را استفاده میکنیم که این حتی در اروپا وجود ندارد. تشکر عرض میکنم. کار خوب کردید. خیری سراغ را جستجو میکند. از لیلا خبری فوری آمد. من با خوری دارم. تو میروی میلش؟ خوب شده است جناب، میروی. و تو گوش کن. تو با این دختر سر و کار گیر. این دختر نباید بفهمد که چه خیل به اینجا آمده است و به ما چه ها را فهمانده است. دکتر از این پس کار در دست توست. نگران نباشید. او را تا سحر همینجا نگاهبین میکنیم. سحر او را به خانه‌اش میبریم. اشیاهای خانه را چپا و راسته میکنیم. گویا که دوست در آمده او را بیهوش کرده است. خیری و این مکان را اصلا به یاد نمیآورد. فهما. یگی تو برو. مایلش جناب، تا بازی تر دارم. ایست، من هم میبرایم. بفرمایید. تا بازی. تا بازی. آلپرین. پسرم؟ دادا که با خونه میوید؟ حاضر میبرایم پسرم. شما چل دارید؟ اپا چکار میکند؟ خوب است، در اتاقش میباشد. نگران نباشید. آرام است دادا. شما نباشید، ما هستیم. اول خدا. بسیار خوب پسرم. شما ما را انتظار نشوید. خوب کنید. نباشد سحر میبینیم. خیر، در پناه خدا باشید. آقای مسهر وافوری مهمی داشتن، آمده نتوانستند. مرا روان کردند. خوش آمدی. خوب هستی؟ می شود. از پی پیکاس تماما سرگردانیم. به هر حال مثل من هر روز روی او را نمیبینی. چی خبر؟ برای چی با آقای مسهر آگاهی نامه روان کردی؟ پیکاس بعد 2 عملیات بی‌برور قریب که دیوانه شده است. من همین را میدانم. بعد چی؟ جناب، لیلا با یگید گفتن این شخص صحبت دارد. خودت رشا همه کارهای کردش رو علیق کن. اطاعت سردار. با رفیقانی در خارج بودهش زنگ زد. به گمانم خیلی در تشویشند. از این بدتر شود.
یک مسئله دیگر هست. حجت‌هایی به خارج میفرستاده او را باید پیدا کنیم. آنها را در کامپیوتری محفوظ می‌داشته است. تو از آن خبر نداری؟ چه خیلی کامپیوتر؟ یک کامپیوتری ساده اما در داخلش حجت‌ها و معلومات‌های زیادی پنهان است. بله. او یک کامپیوتر مخفی دارد. آن را کم می‌برارد. فهمم. ما باید آن را حتما دسترس کنیم. نمی‌توانیم. آن را دویم پنهان می‌کند. وقتی که برآورد آن را به دستش می‌بندد. گرفته نمی‌توانیم. کامپیوتر را نمی‌گیریم. اصلا آقای مظهر می‌خواهند که معلومات‌های داخلی آن را طوری گیریم که بیکس خبر نیابد. ما این کار رو چخیل کنیم؟ آقای مظهر یک نقشه خوبی دارند. فردا یک عملیات می‌گذرانیم. بیکس حتی پی هم نمی‌برد. خیر میلش. اکا جان یک گلگیر آخیر به خواهرک زیبا بیده او هم کمی شاد شود. نه اپا جان خطا میکنید. ما عاشق نیستیم، دوست هستیم. ای برادر، من 10 سال شد که در اینجا گل سودا میکنم. در این نیمی شب در تنهایی چرا خطا میکنم؟ اپا جان ما تنها دوست هستیم، دوست. گیر آخیر یک دانه گلگیر. من از چشم آدم میفهمم این دختر از آخر من به شما گفتم که اکا جان یک گلگیر آخیر به خواهرک زیبا بیده. نه اپا جان شما مرا خطا فهمیدید. ما عاشق نیستیم، ما فقط دوست هستیم. چرا خطا میفهمم؟ ای برادر، من 10 سال شد که در اینجا گل سودا میکنم در تنهایی. گیر آخیر یک دانه گلگیر. من از چشم آدم میفهمم این دختر از تو شاد میشود. در تنهایی. خیر اپا بگذار گفته شما شد. خدا به شما خوشبختی دهد. چی شدی گید؟ چرا غمگین شدی؟ نه هیچ گپ نه. من میدونم. کنی گپ زن چی شد؟ به تو گفتم که ملیکه را به یاد من نیار، اما چی شد؟ نمیدانم چرا اما ناگاه ملیکه به یادم آمد. من نپرسیده این مراتب با کدام بهانه را به یاد آوردی؟ از کجا دانم؟ در باغ سیر و گشت میکردیم. یک زنی گل فروش را دوچار آمدیم. برایش گل خریده بودم. در حقیقت شما به هم دیگر عاشق بودید؟ مرا مسخره نکن. او را به خاطر آوردن نمیخواهم. خودت به خاطر میآوری یا این که من ملیکه را به خاطرت میآورم؟ میدونی چی؟ ملیکه را به خاطر من آوردنت خوب نیست. مادامی که این موضوع را کشاد یک سوال دارم. برای چی ملیکه را به خاطرت آوردن خوب نبوده است؟ التماس در این موضوع دیگر گپ نزن. مرا ببخش. او را به خاطرت آوردن نمیخواستم. چرا اینطور میگویی؟ معلوم که با ملیکه مناسبتتون خوب نبوده است. متاسفانه نبود. او چی گناه کرد که به او اینقدر نفرت داری؟ به عشق من خیانت کرده بود. احساسات قلب من را پایمال کرد. معلوم میشود که تو را خیلی عذاب داده است. او را دوست داشته بودم. باورش میکردم. با تمام هستیم به او دل داده بودم. اکنون شهد خوشبختی را چشیدنی بودم که چی شد؟ فهمیدم که او یک خائنی است. زنی جاسوسی ارکین کاندو بودم. مرا همیشه فریب میداده است. شاید او هم یکون حسی به تو داشته بود. دیومان چه حس؟
شاید که او هم به تو عاشق بود. شاید پشیمان شده باشد. شاید مجبور بود. چه خیل چه خیل پشیمانی. اگر زن واقعا هم مرد را دوست دارد مگر او را فریب میدهد و او خیانت میکند؟ یگان چاره دیگر نداشت. آیا این خیل شدنش ممکن نیست؟ نه ممکن نیست. ممکن نیست. میفهمی؟ عاشق حقیقی درویه و خائن بودن نمیتواند. با من گوش کن. من هم درویگی میکنم. تو دیگر هستی. او تماما دیگر بود. برای چی من دیگر بودم؟ برای آن که تو جانبدار آدم‌های خوب هستی. تو از مایی. او باشه طرفدار خائنان وطن بود. فهمیدی؟ با آدمان پست و رذیل همکاری میکرد. با خیانت او من پدرم را از دست دادم. پدرم را. گوش کن. من اطمینان دارم که او پشیمان نشده بود و باوریم نمیاد که او مرا دوست می‌داشت. با دلی سنگین چطور دوست داشته میتوانست؟ چطور؟ خیر میلش این آزی را بس کنیم. برای چی اینقدر سوال میدهی؟ هم تو مراق ظاهر کردم. از ملیکه یادآور نشو. ملیکه را به یاد من نه. اگر حوض در جای تو ملیکه میشد او را در آب غرق کرده میکشتم. میفهمی؟ هرگز دیگر در خصوص ملیکه گپ نزن. نباشد دل تو را میرنجانم. اگر یگان گپ دیگر نداشته باشی من میروم. یگیت ایست. خب چی گپ داری؟ گپ زن. مرا ببخش که خاطره های بدت را به یادت آوردم. میلش لیکن آخرین بار میگویم دیگر این موضوع را فراموش کن. خیر شبی خوش. چرا اینقدر زود به غضب می آیی؟ اگر فهمی که من ملکه هستم چی کار میکنی؟ انا بینید این خالای همون دختری است که با پیکاس در خانه‌اش وام میخورد. و فکر من که از کار و باری آنها بخبر میباشد. اصلا مکانی واخوری آنها دکان گلفروشی، هیکلتراشی، آفیس‌ها، بناهای ویرانه، زوادها و تخانه‌ها، انبارها میباشند. یعنی که بعد از این قدر کارهای بدشون دیگر یگان سوراخی نمیابند که سرشان را درآرند. با خواست خداوند با آن سوراخی که آخران مراتب می‌دارند آن را با دیوار قوس میپوشانیم تا اینکه خلق را به اندازه پشه دیگر غم ندهند. برای این میانمان را محکم بسته عقلمان را باید خوب استفاده بریم. هر یک حمله ای که میکنند ما باید 10 قدم پیش از آنها بدانیم. دیر ماندم. عذر میخواهم. چطوری که میدانید از محبس برآمدن به مانند از زوجه اجازت گرفتن دشوار است. خوش آمده ایگید. خوش باشه جناب. ما هم نو سر کرده بودیم. کنیمان تماشا کنیم باز چی ها است؟ البته. عالی جناب، انا این همان کوچه می باشد. چه خیلی که میدانید کوچه پرغوغا است. دکان‌های زیاد دارد. حتی تعمیر ماشین ها هم هست. تعمیر ماشین ها؟ خیری کمی به قفا برگرد. چقدر از اولش مونم؟ نه، از جایی که تعمیر ماشین های و چرخ ها. حاضر. آقای مظهر آیا این شخص رو میشناسید؟ هم مسلک سلفیه کامل یشر. این کاری خوب شد. در کارهای ما یاری میرساند. شما چی نقشه دارید؟ از فکرتان چی ها میگذرد جناب؟ گوش کنید رفیقان. عملیات را این گونه تشکیل میدهیم.
خب وقتی حرکت کردن آمد. بنی گرد و اطراف رو تفتیش کن. ака телефони ин духтар занг мезанад чӣ кор кунем? он занг задан гирад, корро давом де. چرا این دختر با تلفن جواب نمیدهد؟ ака амонатро дар ҷояш мондем. لبی فهمیدم. نگران نباشه جناب. پیکاس نزدیک می شود. چراغ راهنما را آماده کنید. مایلش میکنیم. رفیقان، عملیات را آغاز میکنیم. آماده شوید. ماشین پیکاس حاضر می‌دارد. کامیاتیف خودت رو یک نشان ده. نشان میدهم اما این تجهیزات کهنه است. زود باشه. زودتر به کار دارا. عاطف، یگان مشکلاتی هست. زودتر باش. حل شد. مرا عصبی نکنی، تازه میکشایم. اگر من میکردم این خیلی مشکل پیدا نمیشد. بچه ها شما چرا اینجا دارید؟ ماشینی پیکاس به چراغ خون نزدیک شد. زودتر باشه. زودتر شو عاطف، کار رو سر کن. انا ماشین میگذرد. حالا کشاده شد. این شیرک هم در همه چراغک‌های سرخ من کردیم؟ جناب قانون رو باید عملی کنیم. ما قانون ها رو عملی نمی کنیم. ما قانون ها رو میمانیم. آفرین به تو عاطف. در کارهای تکنیکی تو از خیلی هم بالاتر هستی. اکه یگید نوبت من اومد چی؟ خیر مایلش برادر، در حال قهر نکن. حالا باشد دمت را گیر و دو قدم را پریشان اساس. به هدف رسید. چرخ را منکفاندم. عاطف در حال تعمیر کند. مایلش در حال براه میبراییم. چی شد شیرک هم؟ چرا نمیرویم؟ چی گفته جناب؟ صاحب شد میگویم نمیبینی. انا بین. گاز را زیر کن. فهمیدم جناب. زودتر. سلام دخترم. خوب بشین. چای ریزم دخترم. نه دادا مانه شما مونده شدید. من چای رو تیار میکنم. مایلش. دیده دادا اپا هم فهمید که به من و شما نمیتواند. او یکی از پاره بدن ما میباشد پسرم. اگر کار محکمه را یک طرفه که کردیم همش خوب میشود. و این هم مثل خواسته هاتون دادا با شما چای سیرنگ شیرین تیار کردم. تشکر دخترم. کنی زودتر شوید، باز دیر نکنیم. در حال خورده میبرایم دادا. او اپا خوب شد که با نزد ما برگشتی. این گازو باسن رو یاد نگیستم. خیلی مایلش من میبندم. به این هم تو مرا برای بستن گالستوکت بسیار مغز میبینی. اپا تنها برای اینه تو رو غضبناک کردن من رو خوشحال میکنه. ای دادا با پسرتون یگون گپ زنید. خیلی دادا یگون چیز بگوید. یگون چیز. آهی دو درکی من خندوند.
اوه مثل روزهای گذشته. خدا را شکر. کنی 6 تا 1 نانشته کنیم. کنی بزن. اوه باز چی شد؟ چرا قرار کردی؟ جناب با چرخ ماشین چیز شده است. ماشین به طرف راست میکشد. یک بینم. زودتر شو. با باخوریمان دیر میمانیم. زودتر. سابیل چرخ ماشین کفیده است. با پیکاس بگوی. چی شده است؟ جناب چرخ ماشین کفیده است. حالا که سرت را نکفاندم زودتر چرخ را عوض کن. در نزدیکی یک استخوانه است. در حال عوض میکنیم. سفسطه را بس کنید و زودتر کار را تمام کنید. زودتر. و تو میگویم زودتر. اطاعت جناب. دادا انشالله که مثل پیشینه روزهای خوب باز نگردد. دعا میکنیم تا اینکه روزهای میآمدگی از روزهای گذشته خوبتر شود پسرم. انشالله دادا تا وقتی که شما در بین ما میباشد ما خور نمیشویم. من تیارم. نباشد بیایید میرویم. مایل است. این را گیر. خوش آمدید اولی جناب. چرخ ماشین ما کفیده است. شتاب داریم. همین را میدیدید؟ کاری ما هم هست اولی جناب. 10 دقیقه ترانه بگیرد. عاطف سلیم لبکر بیا چرخ ماشین رو باید عوض کنیم. اگر چرخ کفیده را باید عوض کنیم. این خوراک را باید به آنها دهیم. مایلش با دقت باشید. کوشش کن. کاری کن که تو را بهترین کارگری ماه انتخاب کنم. طلعش رو که میگه دکه. برادر عزیز آیا لذت خدمت به وطن کافی نیست؟ این خیلی اکا. کار میکنم که در تمام عمرت این روز را فراموش نمیکنی نجیب. ما اگر در تقدیرمون هر چیزی که هست از ازل راضی هستیم آقای سینا. نگران نباش. اما تو فردا در روز محشر در نزد خداوند سوال و جواب هیچ از فرزندان جدا کردن پدر را میدهی. آفرین عاطف استا. مهارتی خوب داشته از بوده. اینکه پدرم چرخ را عوض میکرد او را تماشا میکردم. یک بار که دیدم دیگر فراموش نمیکنم. معلوم است معلوم. از افسد معلوم که با مهارت میباشی. کنی شیرکانی من کمی سیر و گشت کنیم. در کشاده ایستد. اوه در کجاها میگردی جانکی من؟ مزه و لذتی کافتیت را یاد کردیم. کنی یک دانه دیه تا دهانمان شیرین شود. گفتگیتان برین. گیر به دهانت پرتم. تشکر جناب. حق چشم را دادن در کار. یک دانه دیگر برای مهمان ها تیار کن. مرا متکلمانش بسیار. عالی جناب میخواهید؟ کافته ای این استا بسیار با لذت می باشد. اول تو خور. اگر معقول شود بعد میخورم. های با خدا در عمرم مثل کافته های این آدم خوبترش را ندیدم. میخواهید عالی جناب بیارم؟ تو باید سوداگر میشدی. انسان را بسیار خوب به خود جلب میکنی. عادت ندارم اما یک بار مزهش را میچشم. اما مثل گفتت با مزه نباشد این آدمی تعریفیت را زیر پا میکنم. با خبر باش. خیلی نگوید عالی جناب. ما سوداگر میباشیم. جای و مکانمان معلوم است. چیزهای ویران و گنده را نه استفاده میکنیم و نه به خلق میخوریم. کنی بینیم مهارتت را. استا زودتر برای عالی جناب یک تا تیار کن.
از همه خوبترش را تیار کن. لیمانش را بسیار انداز. مرحمت استاد، لیمانش بسیار. مرحمت عالی جناب. با خدا که لایق دهان شما می باشد. دستت درد را نبیند. به تعریف می ارزیده است. کنی یک تاگی دیگر تیار کند. البته اولی جناب، همین شما که خواستید بشود. کنی برای اولی جناب باز یک تای دیگر تیار کن. حاضر استاد. شنید، دعوای شما را خواندم. دعواگر سینان یلدیز میخواهد که فرزندان نجیب یلمیز را به عهده خودش گیرد، ولی که دعواگر خانم آرزو، مرحمت شما را گوش میکنم. اولی جناب، نجیب یلمیز از سبب کارهای بسیار داشتنش به فرزندانش مشغول شده نمیتواند. او همیشه در محیط استیروب و پی گفتگوی جنایت مشغول می باشد. از جهت پسیخولوژی و علمی اثبات شده است که در این گونه خاندان بدون مادر به فرزندها اهمیتی کم داده می شود. از این سبب در خانه که کودک ها کلان می شوند، اگر نیت خوب هم که نداشته باشد، هم از جهت مادی و هم از جهت معنوی به وای رسیدنشان ناممکن می باشد. از این لحاظ از شما طلب میکنم که نگاهبین نوربانی 18 ساله و الپرین 13 ساله رو به دوش بابایش واگذارید، زیرا بابایش امکانیت های مادی و معنوی خوبی دارد. برای کودکان میتواند هم از جهت پسیخولوژی و هم از جهت انسانی تأثیر منفی رساند. مرحمت عالی جناب. عالی جناب چه خیل شد؟ و شما معقول شد؟ بسیار خوب است. گفتم که خوب است. خوب است. چی شد عالی جناب؟ خوابتون آمد؟ نوبتی توست شیرکم. کاری کار رو تمام کن. اکی کامل پاسبان ها را نظارت کنید. مهلش کنی بیا اولی جناب را اکرام کنید. مهلش استاد. مرحمت عالی جنابان. استا برای رفیقان هم تیار کن. از حساب استا. نوشی جان برادر. این دکان برای اکرام کردن است. نصیبه همون کشید استا. تشکر. نوشی جان شود. مرحمت. نوشی جان. تشکر استا. وکیل دعواگر را گوش کردیم. آیا شما یگان چیز برای گفتن دارید؟ بله دارم عالی جناب. برای به وای رسیدن کودکان خانه بزرگ لازم نیست، خانه به حضور لازم است. لباس های قیمت نه و لباس های تر و تازه لازم است. خوراک های رنگ و برنگ نه و خوراک های با مهر و محبت تیار کرده شده لازم است. تمام اینها در خانه ساده ما موجود است. من برای تربیت فرزندانم و برای انسانی خوب شدن آنها دم به دم با جان و دل کوشش کردم. اگر مسلک من مثل گفته های این زن مانع تربیت کودکان باشد، پس باید این مسلک را از بین نیست کردن لازم. من باوری دارم که با عقل کاملم و علم و دانشم از عهده وظیفه پدری خودم میبرایم. فرزندهایم در نزد من شاد و خرسند و با حضور میباشند. من آنها را با راه مجبوری نه و با راضیگی خودشان تربیت دارم. من نمیخواهم که آنها از من جدا شوند. من میخواهم که خود آنها قرار آخری را برارند. من هرگز به این مانع نمیشوم. دادا چقدر سخنهای خوب گفتید. نباشد من از کودکان میپرسم. کنی چی فکر میکنید؟
پسرم الپرین، تو همراه دادت ایستادن میخوای یا اینکه همراه بابایت؟ амаки судья оё ягон инсон аз хонаи падараш ҷудо шудан мехоҳад? ӯ падар аст, беҳтарин падар дар дунё. албатта ки бо дадаам истодан мехоҳад. майлаш фаҳмидам писарам. набошад ту нурбону духтарам, оё ту бо падарат истодан мехоҳӣ ё ин ки ба назди бобоят рафтам? бале духтарам, бо кӣ истодан мехоҳӣ? бо падарат ё ин ки бо бобоят? ман бошам, мехоҳам ки дар оянда бо бобоям зиндагӣ кунам. кушода шав зудтар. нусхабардориро сар кардам. رفتمان کم از آتیف زودتر باش. میدونم اکا از دستمی آمدگی رو کم نیستادم. منو سراسی من نکنید اکا. دخترم تو چیو میگویی؟ آیا ما با تو همین خیلی مسئولیت کرده بودیم؟ التماس با او فشار نکنید. کودک‌ها سخنهایشان را آزادانه ifade کنند. حالا باشد خاموش شوید. بله دخترم، چرا همراه بابایت ایستادن میخواهی؟ برای آنکه دادام با من بد رفتار میکنند. این سخنهایت را کمی ایضاح میدادی. چه خیلی بد بوده است؟ دادام مرا در نزد همه با شپلق زدند. همیشه مرا زیر فشار قرار میدهند. باز همه این سخنهایشان کمی کرده بود که مرا در خانه محکم میکنند. همیشه مرا آزار میدهند. برای چی اینها رو میفهمونی؟ آیا میخوای که ما را از دادام جدا کنند؟ اما که سوزه او دروغ میگوید. پسرم در جایت شیم. به اجازت گپ نزن. آقای نجیب، سخنهای دخترتان راستند؟ عالی جناب، من دختر خود را در یک وضعیت ناخوب دریافتم. برای اینها را همین به من نقل نکنید آقای نجیب. آیا دخترت را زدی یا اینکه نه؟ آیا در خانه را محکم کردی یا اینکه نه؟ راست یا نه؟ بله، من او را زدم. آقای نجیب، 6 ماه قبل زوجت را در یک ترکش از دست دادی. گمانبر تو می باشی. کودک‌هایت باشند به زور نجات یافتند. آیا راست است؟ راست است آقای سودیا. آقای سودیا، اگر کودکان در نزد پدرشان ایستان حیاتی آنها زیر خطر می باشد. علاوه بر این عصبای نجیب سردار خراب است. یعنی اگر حیاتی کودکان زیر خطر ترکش نباشد هم نجیب سردار آنقریب هر روز با این عملیات‌های پرشدت روبرو می باشد. دادام شدت رو با تو نشون میدهد. غمش رو نخور. بس کن. انا ببینید اینقدر کودکک خردکک با ترس سخن میکنند. آینده چه خیلی میشود؟ خودتون قضاوت کنید. پسرم به تو چند بار گفتم به اجازت گپ نزن. من از دادام جدا نمیشوم. هرگز جدا نمیشوم. مالش پسرم. مرحبا رفیقان. شکمبه‌تان را سیر کنید تا سیر کردنتان خورید. تشکر استاد. در مهمانداری همتان ندارید. دستتان درد را نمی‌گیرد. تشکر. جناب مادر کجاست؟ چیکار میکند؟ من یک رفته بینم. ایست شیرکم، من نزد تو آمدم. خوب تو خوردنت را دوام ده. نه من خودم رفته میبینم. معلوم میشود. نباشد به سر ما غضب میکند. مینیبوس میرود. همه را میبیند. اکا چیکار میکنی؟ اگر این آدم مراد میفهمن که کاری ما است. اگر فهم زده خود میکنیم خیری، عاطف را قربان نمیکنم. اگر پیکس بیدار شود چیکار میکنیم؟ غیر از پراندن پاسبانان دیگر چاره‌ای نداریم. قرار داده می شود نجیب یلمز که بیماری روحی داشته تعمیر فرزندان خود را به دوش گرفته نمی تواند. از این سبب نوربانو یلمز که 18 ساله می باشد با خواست خودش همراه بابایش استقامت کردن را اختیار می کند. الپرین یلمز که 13 ساله می باشد طبق قانون نامه والدین عملی کرده می شود. من از دادم جدا نمیشوم. چی کار که میکند کردن که من از دادم جدا نمیشوم. همش از پشت تو شده. از پشت تو شد.
جناب خوب هستید؟ گمنه بیراو فهمو سردار خیریت با آسانی خلاص شدیم. عاطف در داخل مینیبوس بود. محافظ او را چخیل ندید. عاطف برادر در کجایی؟ اکا؟ ها انا حتما میشنوم. با تو یگان حادثه روی نداد میگویم. دیدم که آنها آمدن پنهان شدن. بسیار خوب. حجت ها را گرفتی؟ بله سردارم. همش را نسخه کردم. حالا باشد از اینجا میروم. عالی. آفرین عاطف. آفرین شیرک من. آقای سودیا یک مرتبه دیگر فکر کنید. قرار دادتان درست نیست. مرا از فرزندانم جدا نکنید. قرار داده شد. اعتراضتان را با محکمه بالا داده من با دادم زندگی کردن میخوام. با بابایم زندگی کردن نمیخوام. من بیهوده گپ نمیزنم آقای سودیا. مرا گوش کنید. گوش نکرده قرار دادید. شما گمان نکنید که من از این قرار برآورده شما غافل هستم. قرار برآوردید که حتی خودتان و دخترم به چشمان من نگاه کرده نتوانستید. برای اینکه همه شما پیش از این زلی محکمه نقشه کشیده بودید. نمیدانم که وجدانتان را با چند پول فروختید، اما چگونه فروختنتان را خوب میدانم. چی گفتنت را میفهمی؟ محافظ، این شخص که به سودیه دولتی سخنان قبه گفت او را در حال از اینجا دور کنید، نباشد او را به دادستان خواهم کشید. جناب همراهی متون از در بیایید. مرا سردید. جناب التماس ساعتها را گرفت. التماس به بیرون او را تیزتر از اینجا برارید. زودتر جناب التماس به بیرون برایید. ساعتها را گرفت. سرده مرو. به بیرون برایید جناب. سرده مرو میگویم سرده. خلال چند آفرین به تو عاطف. آفرین کاغا بسیار مشکل بوده است. دستگیر میشوم گفته بسیار ترسیدم. آفرین به تو عاطف. آفرین. کار بسیار خوبی کردی. تو از خیلی هم جسورتری. برای چی این خیل میگوید که در وقتی در کاری پیش روی تیرا ما نگرفتم؟ گرفتی اما از قفا گرفتی. خندم دینه که کاتف دیسکرامان کو بینیم آقای پیک از چی نقشه های رزیلانه دارد. حاضر میبینیم سردارم یک دنیا حجت های رمزدار. اینی حال تنها نام های آنها را میتوانیم بینیم، اما در مدت کوتاه رمز های آنها را میشکنم. وای 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 آچه جان، میبینی و تاز ما یک خزینه پیدا کردیم. یکم میدان راکت ها، دوم طرز قبول کردن افسران، سیوم معمای سیاسی در ماه دکبر، چهارم لایحه یکته، پنجم سفری در ماه دکبر بوده سروزیر، ششم سفری در ماه دکبر بوده رئیس جمهور. و تاس من خسته شدم، تو بخوان. هفتم مجلس وزیران. هشتم هیئت خارجیانی که به وطنمان میآیند. نهم تطبیقات حربی در ماه دکبر. 10 استحصال و اخراجات در ماه نوامبر. 11 عملیات‌هایی که در ماه نوامبر کرده می شود. 12 عملیات ماه دکبر. 13 نقشه ماهانه سورتی. 14 ماهانه نقشه رمز ماندن. ما با این تمام آدم های پیکست رو تحقیق کرده میتوانیم. اکنون میتوانیم که پیش راه نقشه های خائنانه پیکست را بگیریم. این چی حجت باشد؟ عاطف کوین را کشا. حاضر میبینم سردارم. کشادی عاطف. چرا انتظارت؟
آدم‌ها در 3 دقیقه ماشین تیار میکنند. اینها باشند در 3 ساعت یک چرخ را عوض کردن بتوانند. زودتر شوید زودتر. نمیفهمید گفتم که این کار را تمام کنید. کمان دستکه حاضر چرخمان هم تمام میشود. چرا اینقدر منتظر شده؟ جناب شما خواب بودید، ما نخواستیم شما رو ناراحت. من خوب کردم. آی مرا چه خوراندید؟ در درون خوراک چه بود؟ چی باید شد ولی جناب؟ تیزی بد بود؟ تو مرا مسخره میکنی؟ از آن چیزی که تو خوردی برادران هم خوردند اولی جناب. اگر در درونش اگه چیز میشد آنها نیز حس میکردند آخر. حاضر چی بودنش را میفهمیم. تو به هیچ کجا نرو. کامپیوتر یگان مشکلی ندارد، اما کفیدن چرخ خورا خوابیدن من علامتی خیر ندارد. علامتی خیر. جناب یگان گپ شد. گپی ویران از اول بود. چرا تو حال ایستاده ایم؟ زودتر تمام کنه. در حال تمام میکنیم جناب. سرده جناب خواهش میکنم سرده شوید. دستانی مرا سرده داخل. شما گفتم سرده دستایم را کشاید. مرا سرده سرم را سرده. نمیبینی که با تو رفتن نمیخواهد، تو را نمیخواهد. مجبوری فرزندهایم را از من گرفتن نمیتوانی. همه گیری گفتم. مجبوری نگرفتیم نجیب. دخترت با خواست خودش اومد. پسرت باشد با قرار محکمه. آیا به تو نگفته بودم همین خله؟ مرا سرده. گمان کردم که میلش مشغوب است. تمام شد جناب. 2 دقیقه پس میروید. خیلی 2 دقیقه در حال اینجا میرویم. زودتر. بس است گیرت تستر از اینجا. آرام شوید آرام شوید برادر. از دستمون چیزی که آمد کردیم، کار را حلال کنیم گفته با قاعده و قانونش کردیم. بیا مانی گپ رو آمد. کارگرهایت سوس میجنبند. تا این وقت 10 مرتبه عوض میکردیم. چند سال شد که با من کار میکند، زن و فرزند دارد. بعد از این قدر سال او را پیش نمیکنم. اگر اگه خطاگی از طرف ما شده باشد عذر میخواهیم. ما را بخشید. شد امک شد. پولت را گیر ما میرویم. در اینجا چی گپ؟ برای چی غوغا میکنی؟ وظیفه تو رو کنید آقای معروف. نجیب یلمز قرار داده محکمه رو پیسا نمی کند. برو از فرزندانش جدا کنید. سرده برادر سرده. من سردار امنیت می باشم. سردارم مجبوریم. شما باید قرار سعودی را اطاعت کنید. با من چی شده باشد؟ در اینجا چی گپ شد؟ آیا دزدر آمده باشد؟ ملش فهمو شما وظیفتون رو اجرا میکنید. آرام شدم فهمو سرده. خوب شده سردارم. عذر میخواهم اما وظیفه من همین است. شد فهمیدم. والا اجازه دید با فرزندانم خیر خوش کنم. شما از پای کارتون شوید. خیرت که این رو نیافتند. تلفنم در کجاست؟ الو پیکاس؟ نپرس. با خونم دوست در آمده است. با گمانم که مرا بیهوش کردن. یگان چیز را به خاطر ندارم. نه همه در جایش. دیوانه شدم. چه خیلی رخ داد. هیچ چیز رو نفهمیدم. ماینش واخوری چی می شود؟ ماینش
الپریم پسرم زیق نشو. چه زیق نشوم دادا؟ آخه نمیبینید ما رو مجبورن از همدیگه جدا میکنن. التماس ما رو تنها نگذارید. نخواد که من تو رو تنها گذارم پسرم. لکن علیه ما این گونه بیشرفی کردن و دام خودشون افتاندن. همه‌اش از پوست یپان شد. اگر او ما رو زد نمیگفت دیگر به او گپ نمیزنن. گوش کن پسرم. با هر حال واپی تو میشود او را صاحبی کن. اکنون دست و پای من تو هستی. از او روی نگردون با او یگان چیز نشود. اپا رو به تو امانت میگذارم. ملک زاده دادا ما رو باز برگشته میگیرید همین خیل نه؟ البته میگیرم پسرم. نگران نباش. صبر کن. ملک زاده شما رو سخت دوست میدارم. من هم شما رو بسیار دوست میدارم. نوربانو دخترم من تو رو همیشه مثل گل بریم دوست داشتم. کنی بگو با من آیا من چیکار کردم که تو از من اینقدر نفرت میکنی؟ گوش کن آیا در گپم نیستادم نجیب؟ گفته بودم که فرزندهایت را از دستت میگیرم. انا بین گرفتم برای کودکان را از دست تو گرفتن کیف کردم. از بالایش یک شیرینی دیگر. آیا این هم کیف بود؟ چل من هم اثر دارم. خدایا توبه اینش باز از کجا پیدا شد؟ اکه این چی است؟ آیا این اتینا نیست؟ کنی بینم بله خودش. برادران شما ما را کمی تنها نمیگذارید. فهمیدیم سردارم. اتینا نام دختر که نامی اصلیش ملکه سایلو است نمرده بوده است. در قید حیات بوده. تا حال فعالیت دارد.